هلن کلر، نویسنده نابینا و ناشنوا، چه کسی بود و در چه مقطعی زندگی میکرد؟ موضوع ویدئوی امشب ما هست. هلن کلر زن بسیار سختگوش بود که تونست در تمام طول زندگیش با سختگوشی و پشتکار خودش دنیای نابینایان و ناشنوایان رو متحول کنه. اون در تمام طول زندگیش تونست با نخست وزیران امریکا در دوران زندگی خودش دیدار داشته باشه. با شخصیت‌های معروفی مثل مارک توین و گراهام بل دوست بود. هلن آدامز کلر در 27 ماه ژوئن سال 1880 میلادی در ایالت آلابامای امریکا به دنیا اومد. پدر هلن یک افسر بازنشسته ارتش کنفدراسیون امریکا و همچنین سردبیر یک هفته‌نامه محلی بود و مادرش زنی جوان با تحصیلات عالیه از شهر ممفیس. خانواده هلن از طبقه متوسط جامعه بودند و مخارج خودشون رو از طریق کاشت پنبه به دست می آوردند. هلن از لحاظ هوش و ذکاوت میان خانواده و اطرافیانش زبان زد بود. اون از 6 ماهگی ادای کلمات رو آغاز کرد و از 1 سالگی راه رفتن رو شروع کرد. هلن در 19 ماهگی به یک بیماری عفونی با تب بالا مبتلا شد. چند روز پس از شروع علائم بیماری مادر هلن متوجه میشه که اون نسبت به صدای زنگ شام توی خونه و حرکت دادن دستا در مقابل صورتش واکنشی از خودش نشون نمیده. همون زمان بود که مشخص شد هلن بینایی و شنوایی خودش رو به طور کامل از دست داده. علت این بیماری تا امروز نامشخص مونده. پزشک هلن اون رو تب مغز نامیده بود. محققان نیز احتمال میدن که این بیماری تب اسکارلت، مخملک یا مننژیت، التهاب و عفونت پرده مغزی بوده باشه. هلن کلر بسیار باهوش بود و با محیط اطراف خودش از طریق حس لامسه، بویایی و چشایی ارتباط برقرار میکرد. اون به همراه فرزند آشپز خانواده خودشون یک نوع زبان اشاره لمسی رو ابداع کرده بود و تا 7 سالگی از حدود 60 نشانه برای ارتباط برقرار کردن با دیگران استفاده میکرد. اما با بالا رفتن سنش به تدریج متوجه شد دیگران به جای استفاده از زبان اشاره لمسی از صحبت کردن و حرکت لبها استفاده می کنند. این موضوع اون رو به شدت عصبانی و خشمگین می کرد، چرا که نمیتونست در صحبت‌های اونها مشارکت داشته باشه. هلن به قدری پرخاشگر شده بود که مدام جیغ میکشید و به دیگران لگد میزد. همینطور در زمان خوشحالیش به شدت و بدون کنترل میخندید. به همین دلیل خیلی از اعضای فامیل معتقد بودند که اون باید در بیمارستان روانی بستری بشه. والدین هلن همیشه به دنبال یک راه چاره برای آروم کردن، تربیت و تحصیل هلن بودند. مادرش در سال 1886 سفرنامه‌ای از چارلز دیکنز میخونه که در اون به تحصیلات موفقیت آمیز یک کودک نابینا و ناشنوا اشاره شده. پس از اون تصمیم میگیره در اسرع وقت همراه دختر و همسرش به شهر بالتیمور بره تا با پزشک معالج آن کودک آشنا بشه. به توصیه پزشک والدین هلن اون رو نزد الکساندر گراهام بل کاشف تلفن میبرند. گراهام بل که در اون زمان مشغول کار با کودکان ناشنوا بود، اونها رو به مؤسسه آموزشی نابینایان پرکینز در شهر بوستون ارجاع میده. مدیر این مؤسسه به والدین هلن پیشنهاد میده اون توسط یکی از فارغ التحصیلان اخیر این مؤسسه یعنی آن سالیوان تحت آموزش قرار بگیره و از اینجا بود که رابطه 49 ساله این معلم و دانش آموز خودش آغاز میشه. آن سالیوان معلم 20 ساله هلن که خودش نابینا بود در تاریخ 3 مارس سال 1887 میلادی به خانه هلن نقل مکان میکنه. وجود سالیوان در زندگی هلن به قدری تأثیرگذار بود که اون بعدها این تاریخ رو روز تولد روح خودش نامید. سالیوان بلافاصله بعد از آشنایی با هلن 6 ساله حروف کلمه عروسک رو روی کف دست اون هجا کرد و بعد یک عروسک به اون هدیه داد.
هلن اون زمان هنوز نمیدونست که هرشی یا با نامی خاص شناخته میشه. هلن به تدریج نسبت به بازی با انگشت‌ها روی کف دست علاقه‌مند شده بود، اما هنوز از هدف اون آگاهی نداشت، تا اینکه یک روز سالیوان اون رو کنار شیر آب میبره، یکی از دستاش رو زیر آب میگیره، همزمان روی کف دست دیگه هلن کلمه آب رو هجا میکنه. درست همون لحظه بود که هلن متوجه رابطه بین هجی کردن حروف روی دست و دنیای اطراف خودش میشه. سالیوان سرانجام والدین هلن رو به انتقال و ثبت نام اون در مؤسسه نابینایان پرکینز راضی میکنه. هلن در سال 1888 میلادی تحصیل در این مؤسسه رو آغاز میکنه و وارد دنیای جدید و هیجان انگیزی میشه. اون در پرکینز با کودکان دیگری مواجه میشه که همگی برای برقراری ارتباط از هجا کردن کلمات روی دست استفاده میکردند. با کمک سالیوان و مدیر مؤسسه مایکل آناگنوس، هلن به موفقیت‌ها و پیشرفت‌های چشمگیری در دروس مختلف از جمله زبان فرانسه، ریاضیات، جغرافیا دست پیدا می‌کنه. اون با نویسنده مشهور امریکایی مارک توین نیز دوستی صمیمانه‌ای داشت و از طریق اون با فردی آشنا شد که مخارج دانشگاهش رو بر عهده گرفت. کلر سال 1900 از در کالج رودکلیف پذیرفته میشه و 4 سال پس از اون به کمک آن سالیوان، معلم خودش که سخنرانی ها رو در کف دست اون مینوشت، از اونجا فارغ التحصیل میشه. بنابراین اون اولین فرد نابینا و ناشنواییه که فارغ التحصیل میشه. اون مدرک لیسانس هنر رو میگیره. هلن در 24 سالگی از دانشگاه فارغ التحصیل شد. سپس تصمیم گرفت با دنیای بیرون ارتباط بیشتری برقرار کنه و از این طریق به بهبود زندگی افراد معلول، به خصوص نابینایان و ناشنوایان، کمک کنه. اون بعد از فارغ التحصیلی عضو حزب سوسیالیست شد و مقالات بسیاری رو در این زمینه چاپ کرد. هلن کلر در تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قرن 20 نقش بسزایی داشت و مسائل بسیاری از جمله حقوق و مشکلات بانوان، صلح طلبی، رفاه معلولان، سوء تغذیه، کنترل بارداری ناخواسته و غیره رو مورد بحث قرار داد. اون در طول زندگیش به 32 تا از کشورهای جهان از جمله انگلستان، اسکاتلند، فرانسه، هند، آفریقای جنوبی، ژاپن و کره سفر کرد. اون تو این سفرها با چهره‌های برجسته‌ای چون نخست وزیر انگلستان وینستون چرچیل بزرگ، نخست وزیر هند جواهرلال نهرو و امپراتور ژاپن هیروهیتو ملاقات کرد. هلن به ملاقات سربازان معلول در بیمارستان‌های نظامی دوران جنگ جهانی اول و بعد از اون رفت و به اونها دلداری و انگیزه میداد. هلن کلر سال 1919 در یک فیلم صامت که در مورد زندگی خودش با عنوان رهایی ساخته بودند ایفای نقش میکنه. اون همینطور در تئاتر وودویل در سال 1920 به مدت 2 سال بازیگری میکنه. سال 1950 مستندی درباره زندگی خودش به نام شکست ناپذیر برنده جایزه بهترین مستند میشه و خود هلن نیز جایزه اسکار رو میگیره. هلن نویسنده‌ای با آثار فراوانه که 12 کتاب و مقاله‌های بیشماری رو در زمینه‌های نابینایی، ناشنوایی، مسائل اجتماعی، حقوق زنان در طول زندگیش به رشته تحریر درآورده. اولین کتابش شرح حال زندگی خودشه که به نام زندگی من برای بار اول در سال 1903 چاپ میشه. معلم هلن، سالیوان، در طول زندگی خودش 1 بار ازدواج میکنه، اما از هلن جدا نمیشه و اون رو با خودش به خونه خودش میبره که این وضعیت مدتی بعد باعث ناراحتی همسرش و جدایی سالیوان از اون میشه. سالیوان که تا آخرین سالهای زندگی خودش هلن رو همراهی میکرد، در نهایت بر اثر مشکلات سلامتی در سال 1936 میلادی از دنیا رفت. هلن نیز در سال 1961 میلادی چند بار دچار سکته مغزی شد و سالهای پایانی عمر خودش رو در خانه خودش واقع در ایالت کانیتیکت میگذرونه. اون سرانجام در تاریخ 1 ژوئن 1968 میلادی فقط چند هفته قبل از تولد 88 سالگیش هنگام خواب از دنیا میره. هلن کلر در وصف و گرامی داشته
یاد معلم خودش آنسالیوان این شعر رو سروده: به عمق نومیدی رسیده بودم و تاریکی چتر خود رو بر همه چیز کشیده بود که عشق از راه رسید و روح مرا رهایی بخشید. فرسوده بودم و خودم رو به دیوار زندانم میکوبیدم. حیاتم تهی از گذشته و عاری از آینده بود و مرگ محبتی بود که مشتاقانه خواهانش بودم. اما کلامی کوچک از انگشتان دیگری ریسمانی شد در دستانم. به آن ورطه پوچی پیوند خورد و قلبم با شور زندگی شعله‌ور شد. معنای تاریکی رو نمیدونم، اما آموختم که چگونه میتوانم بر آن غلبه کنم. یاد و خاطره این بانوی بزرگ که هیچ وقت بیماری و ناتوانیش نتونست او رو از پا در بیاره گرامی باد. درود بر تو همراه خوبم.